به نام خدا و سلام تقدیم شما. در نتیجه بارش برف و باران و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 3 روز پسین در 20 ولایت کشور 33 تن جان باخته و 27 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی میگوید که در کنار تلفات جانی، تلفات هنگفت مالی نیز به شهروندان کشور وارد شده است. همچنان می‌افزاید که تلفات جانی و مالی بیشتر در ولایت‌های فراه، هرات، زابل و کندهار بوده است. سخنگوی این وزارت میگوید که بیش از 600 خانه از بین رفته و 2000 جریب زمین زراعتی در این ولایت‌ها نیز تخریب شده و نزدیک به 200 رأس مواشی تلف شده اند. سخنگوی این وزارت نیز افزوده است که در هماهنگی وزارت‌های صحت عامه، وزارت دفاع، فواید عامه و بخش‌های از نهادهای دیگر به محل‌های آسیب‌پذیر رسانیده و از افزایش تلفات جلوگیری کرده‌اند. وزارت دولت برای رسیدگی به رویدادهای طبیعی همچنان آمار می‌دهد که از آغاز ماه روان خورشیدی تا کنون به 22,000 خانواده نیازمند کمک‌های ملی و بین‌المللی را فراهم نموده و توزیع کردند. این وزارت از افزایش و احتمال بارش برف و باران و نیز جاری شدن سیلاب‌ها در ولایت‌های کشور در روزهای آینده خبر می‌دهد. بنفشه حیدری، افغانستان، اسپوتلایت، کابل.